بسیار صحبت علمی است، بسیار صحبت مرکب است، اما علاج دیگر نداریم بچه‌ها. هر یک فن با خود یک اصطلاحات خاصه دارد، ترمینولوژی خاصی خودش دارد. اگر مثلا شوفیر باشی حتما باید بدونی که کردنش چی است و سویچش چی است. اگر نفهمی حجت با پشتی رول شیشتنت نیست. مثلا در هر کاری که چنگ زدی باید همو اصطلاحات مخصوصه همو فن از خود بکنی. از همو خاطر اگر چنده میدونم که صحبت‌های علمی بسیار مشکل است، هضم کردنش به نهایت مشکل است، زیرا که موضوع مرکب است. اما باید ما و شما بدونیم. اگر که ندونیم در فند فریب میافتیم. اگر که ندونستیم یک عنادکار، یک بدگهر طعنه و ملامت بر ما و بر بزرگان ما میزند و در پاسخش چیزی گفته نمیتونیم. از همین خاطر این صحبتی که ما میکنیم انشاءالله صحبت علمی است، اما امروز کوشش میکنیم برای پروندن خوبی بعضی برادرها در ضمن با یگان حکایه حکا یگان چیز دیگر هم انشاءالله اضافه کنیم. صحبت ما اگر یادتون باشد در اطراف جمع آوری قرآن، خدمات بزرگی که حضرت عثمان در جمع آوری قرآن نموده است میرفت. یک برادر مکتوب نوشته بود که یک محوره را تماشا میکنیم، یک کانال مخصوص بود است با نام اهل بیت بود، والله اعلم کدام یک الله یاری بدبخت طعنه زده است حضرت عثمان که عثمان قرآن سوز نامش گرفته است و گویا استناد کرده است به صحیح بخاری که در صحیح بخاری آمده است که عثمان رضی الله عنه قرآن را آتش زده باشد. ما همون حدیث صحیح براتو پره و مکمل 2 هفته قبل از این آورده بدم حرف به حرف، حتی همون ویرگل و نقطه هاش هم حتی رعایت کردیم، یگان چیزش نمانده. با شرح توضیحاتش در اطراف این موضوع صحبت کردیم و صحبت ما به جای رسید که هیئت کاریه که حضرت عثمان درست کرد عبارت از 4 نفر، باز چند نفر دیگر را به اونا کوش کرد، از عهده کار خویش بر آمدند، نسخه اصلی قرآن ترتیب دادند و از همون نسخه امام بود نسخه برداری کردند. به بعض روایات 5 دانه، حتی در یک روایت 4 تا هم آمده است، در بعض روایات 7 عدد قرآن درست کرده و به مراکز بسیار بزرگ و معتبر اسلامی فرستاده شدند. حضرت عثمان به خاطر آن که مردم از قرآن بهره برداری کنند، نسخه برداری کنند، شخصی باشد که به مردم همین قرآن تعلیم دهد، همراه هر قرآنی که ارسال میکرد یک قاری بسیار معروف و معتبر هم میفرستاد. از جمله قرآن مکی را، قرآنی را که از برای مکه درست نموده بودند با رسم الخط عثمانی، همراه عبدالله ابن صائب مخزومی فرستاد که یک حافظ قرآن است، بسیار معروف و معتبر است، خادم شریعت است. عبدالله ابن صائب همون قرآن در دست گرفت رفت و مسئولیت از جانب حضرت عثمان در عهدهش گذاشته شد که به مردم تعلیم میدهی همین قرآن به همین شکل، مشکلی های مردم رفع میکنی. یعنی معلم هم همراهش بود، اینستروکسیا همراه اینستروکتور به مکه رفت. به شام مغیره ابن شهاب تعیین کرد، قرآنی که به شام میرفت در دست مغیره ابن شهاب بود. حالا انشاءالله در ضمن وقتی که درباره قرای سبعه با شما صحبت میکنیم و با شما بیان میکنیم که این مردا چی نقشای بازی کردن. همه قاریایی که حضرت عثمان باوریشون کرد و نسخه ها را در دست شد با مسئولیت به همین مکان و به این اماکن مقدسه فرستاد ایشون را. قرآن کوفی همراه ابو عبدالرحمن سلمی فرستاده شد. قرآن بصری همراه عامر ابن عبدالقیس که یکی از قاری‌ها و حفاظ معروف قرآن است فرستاده شد. و اون روایاتی که میگویند 2 نسخه دیگر هم بود، یکی را به یمن و دیگری را به بحرین فرستادن، هر کدامش همراه قاری فرستاده شدند. و قرآن اساسی که با نام
امام قرآن امام میگن او کتابه در مدینه منوره گذاشته شده بود. معلم آن حضرت زید ابن ثابت تعیین شد. زید ابن ثابت که سردار هیئت کمیسیا بود و هیئت کاری را رهبرش، شخصی که حضرت ابوبکر صدیق او را تعیین کرده بود، بعدا حضرت عثمان باوریش کرد. همون شخصی بزرگی که امروز متاسفانه بعضی بدگهرها، بعضی کسایی که از علم بیخبر هستند، از جمله یک عده از شیعیان، خاصتا شیعیان غلات، طعنه و ملامت میزنند در حقش، نعوذ بالله، حتی که ادعا میکنند که گویا یهودی بوده است. انشالله حالی درباره زید ابن ثابت با شما صحبت میکنیم. من در ابتدای صحبت براتون گفته بودم که زید ابن ثابت از انصاری ها است، از بنی نجار است، قبیله خزرج. با پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی اگر مومای مادریش، مومای چه بگم، مومای پدرش اگر بگیریم، زن عبدالمطلب، چه مادر عبدالمطلب، خش تبور هم می شود. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم اونا را تقوی می گفت. همین قبیله بنی نجار رسول الله صلی الله علیه و سلم تقوی گفته صدا میکرد، خش تبوراش هستند. خب و از روی کتاب امام، از روی کتاب همون قرآن، همچنین بعضی از بزرگان برای خود نسخه برداری کردن، از جمله حضرت عبدالله ابن زبیر که یکی از هیئت کاری بود، در هیئت کاری اینم شامل بود. حضرت عبدالله ابن زبیر برای خودش یک نسخه برداشت. همچنین امهات المؤمنین بیبی عایشه رضی الله عنها، حفصه رضی الله عنها، ام سلمه رضی الله عنها، هر کدام اینها برای خود سپارش کردن، یک نسخه برداشتن از روی کتاب امام. ما گفتیم که این رسم الخط اصلا تمامی همو حروف هفتگانه که قرآن با آن نازل شده است در بر میگیرد، همش در داخل خودش وارد میکند. و مردم مسلمان هم پذیرایی بسیار بزرگی از این کتاب کردند. 2 هفته قبل از این من سخن حضرت علی را به شما به سمت رسوندم که حضرت گفت عثمان طعنه و ملامت نزنید، قسم به خدا هر کاری که عثمان میکرد از درمیان ما میکرد، با مشورت و با مصلحت در حضور ما انجام داده است. حضرت علی گفت لو ولیت ما ولی عثمان لعملت بالمصاحف کما عمله. اگر به شرط گفت همون ولایتی که عثمان رضی الله عنه داشت منم می داشتم، یعنی اگر در جای حضرت عثمان من امیر المؤمنین می شدم، همون عملی را که با مصاحف حضرت عثمان انجام داد منم انجام می دادم. جمع آوری می کردم، نسخه های اصیل درست می کردم و اون نسخه هایی که شاذ هستند میتونن که مردم بعدینه را به گمراهی باندازن، آتش می زدم. حضرت علی گفت اصیل سخنه. نسخه های باقی مانده را همه را آتش زدن و مردم مسلمان چنان به شوق و رغبت چنگ به قرآن زدن، چنان شکرگزاری نعمت خدا را کردن در عوض این هدیه، این عطایی که توسط این هیئت کاری ببینه که به یک رسم الخط تمام 7 حروف قرآن در بر گرفته و براشون سبک و آسان دسترس کرده است. همه قدر نسخه ها زیاد شدن که اگه تصور کنه که این واقعه اگر سال 25 هجری 12 سال بعد در جنگ صفین، وقتی که حضرت علی کرم الله وجهه با معاویه رضی الله عنه جنگ میکردن، قشون عراقی ها با قشون اهل شام، در هنگام جنگ به خاطر طلب صلح جبهه شامی ها 500 مصحف، 500 نسخه قرآن خارج کردن. بعضی ها در گردناشو آویزان کردند، بعضی ها در سر نیزه هاشو بسته و برداشتند و طلب صلح کردند. یعنی قرآن وسیله قرار دادن از برای به دست آوردن صلح. ببینید اگر تصور کنه که 500 نسخه دیگه از جانب عراقی ها باشد، با یک 10-20 برابر دیگر در میان مردم در عقیدگاه باشد، شمارت تا کدام درجه علاقه قرآن در میان مسلمان ها به همین رسم الخط عثمانی پخش گشته بوده است. برادر ما حاجی محمدی در مسجد شرکت دارد،
یک کتاب بسیار خوبی نوشته است. من راستی دیدمش در همین موضوع، حتی یک بار گفتمش که بسیار کاری خیری کردی، شاید این گام های اولین باشد در همین جاده برای جمع آوری، خدا نگهبانش باشد. و در همون ضمن بعضی دلیل های بسیار خوب هم آورده است. از جمله از ابو عمرو شیبانی روایت میکنند یک خطاطی بسیار زیبا قلم بود، عالم صرف و نحو، در ابتدای عصر 2 هجری از دنیا گذشته است. ابتدای عصر 3 هجری، در آخرای عصر 2 هجری زندگی میکرد. 80 دانه قرآن به دست خود با یک خط بسیار زیبا نوشته و به مسجد جامع کوفه هدیه کرده است. این آدم زمانهای پیش مسلمانان قرآن به پول می نوشتند و هدیه میکردند، اما در برابر مسلمانان خطاط ها و کاتب های غیر مسلمان نیز بودند، از یهود، از اهل کتاب، که اونا در بدل پول می نوشتند، مثلا قرآن را می فروختند، اما مسلمانان هدیه میکردند. حاکم یا خلیفه فاطمی مصر الحاکم بالله در آخرای عصر 4 هجری، حتی سالش هم آورده است برادر، سال 403 هجری میگم، 1298 دانه قرآن خریداری کرده و به مسجد عتیق مصر هدیه کرده است. به یک مسجد 1298 دانه قرآن خریده و هدیه کرده است. مقدار 814 قرآن دیگر را خریده و به مسجد دیگر که با نام طولونی معروف است، مسجد طولونی هدیه کرده است. اگه تصور کنه که این شاه ها وقتی که اقدام کرده و چنین عملا را انجام میدادن، این دلالت به آن میکند که علاقه میلیون ها نسخه قرآن در همه عصرهای 2 هجری در میان مردم مسلمان علاقه موجود بود. پس همه یعنی به شرافت خدمات بزرگ حضرت عثمان به دست اومده است. برادرو، کور از قسم به خدا او کسی که طعنه به حضرت عثمان میزند در همین مورد. یوسف قرضاوی فقیه بزرگ عصر 20، حالی هم زنده است، عصر 21 هم بگیم خطا نمیشود، در کتاب خود قرآن منشور زندگی روایت میکند، میگوید که فقط شیعیان غلات، همون شیعیایی که حتی خودی بعضی همون اهل تشیع هم حکم به کفرشو میکنن، طعنه و ملامت میزنن که قرآن تحریف شده است یا دیگرگون شده است. و الا اگر ما همین کتاب اهل تشیع ببینیم، قرآنی که اونا میخونن، قرآنی که از روی او عمل میکنن، قرآنی که او را تفسیر میکنن، قرآنی را که درس میگن، قاریاشون حفظ میکنن، امروز اگر ما معاینه کنیم از همین قرآن رسم الخط عثمانی که در دستی ماست یگان حرف کم و بیش ندارد، همه چیزا میخونن. پس ملعون از کسی که این قرآن خوانده و بر جوان مرده که برای جمع آوری قرآن سعی تلاش کرده است لعنت فرستد و او را حارق قرآن و سوزاننده قرآن قلمداد کند. لعنت بر کسی که به قدر این نعمت پروردگار نمیرسد. امام قرضاوی از استادش شیخ محمد عبدالله دراز روایت میکند که او شخص کتاب الام ابو جعفر محمد باقر امام پنجم اهل تشیع، پدر امام جعفر صادق، کتاب داشته است با نام الام. همراه میگه استاد ما تلاوت کرده بود، نزد ما بعضی اقتباس ها می آورد که ابو جعفر گفته است ما شیعیان همین کتابی را میخونیم که در دست اهل سنت و الجماعه است، همین قرآن است، هیچ تفاوتی ندارد، فقط نزد ما سوره فیل و سوره قریش یک سوره حساب می‌یابد. یعنی قریش هم ادامه فیل ما حساب میکنیم، سوره علم تر کیف تمام میشه، سوره قریش صدر میشه، ما هر دوش یک سوره به حسابیم. نزد ما شیعیان میگوید سوره انفال و سوره توبه یک سوره محسوب میشود، هر دوش مثل یک سوره هم با هم دیگر شباهت دارن، ما یا را یک سوره به حسابیم. دیگه هیچ تفاوتی بین قرائت ما و قرائت اونا نیست. امروز در همین ممالکی که شیعه ها زندگی میکنن قرائت عاصم بر روایت حفص معروف و مشهور است.
بزرگترین تفسیراش وقتی میبینیم تفسیر المیزان، تفسیر نمونه و دیگر همش در اساس قرائت عاصم تفسیر و تحلیل شدیان. از همین خاطر اگر کدام یک پدرسگ الهیاری اگر سفسطه گفت چیزی گفت در جان خودش جور کرده است. این ابله از معرفت از علم فرسخها دور است، از این معلوم می شود. زیرا او کتابی که بین نزد ما و نزد اهل تشیع است همه یک است، همون کتابی است که با رسم الخط عثمانی زینه داده شدگیان. خب اکنون درباره تاریخ این کتاب ها یا صحبت کنیم که چیش تقدیرشون، آیا یگان کتاب مانده است همون عصر تو زمانی ما نمانده است؟ این چیزای تاریخی هم برادر بسیار خوب گوش کنید. یک برادر یک مولوی افغان با نام شمس الحق افغانی کتاب دارد با نام علوم قرآن. در اونجا ادعا کرده است که غیر از یک نسخه مکی دیگر تمام نسخه های قرآن محفوظ هستند. اگر خدا کنه که همون تباشه، اما افسوس که این آرزوهای او برادر است، آرزوهای خیچه به قلم داده است. زیرا اگر این دلیل حجه در دست ما میشد که این نور علی نور میشد، اما افسوس صد افسوس که نیست. همون شاید بعضی نسخه هایی که در عصرهای میانه پیدا شدیان این مولوی گمان کرده است که همون نسخه های زمان حضرت عثمان هستند. و شمس الحق افغانی بیان میکند که نسخه اساسی یعنی همون نسخه امام، نسخه که در نزد حضرت عثمان محفوظ بود، بعداً میگوید این نسخه به شام برده شد، چند مدت در شام بود، از شام به اندلس بردنش، به اسپانیا. در اندلس هم شما میدونیم که عصرهای طولانی مسلمانان دولت داشتن، حکومت داشتن، تمدن داشتن. تمدن اروپا از آن چشمه فرهنگ مسلمانان آب میخورد. بعداً به مراکش آورده شد و به توسط یک شخص به مدینه منوره آورده شد. در ابتدای جنگ اول جهان یعنی سال 1914 یکی از رهبران ترکیه عثمانی، یکی از والی ها و گوبرناتورهاش به قول امروزه فخری پاشا، همون قرآن عثمانی را از مدینه گرفته آورد به استانبول. تا حال میگوید در استانبول محفوظ است. این خیلی ادعا کرده است. نسخه مکی، نسخه را که حضرت عثمان همراه عبدالله بن صهیب به مکه فرستاده بود، میگوید چند مدت در مکه بود، بعدا از مکه به شام آورده شد، مدت در شام بود و در شام در سال 1310 هجری، این اگر حوزی سال 1431 باشد، 121 سال قبل از این یک سوختار شده است در مسجد جامع شام. در همون حالت نسخه مکی میگه همون نسخه در زبان آتش افتاده نیست، نابود شد، امروز وجود ندارد. فقط همیش میگه نیست شده است. نسخه ای که به شام برده شده بود، بعدا میگوید وقتی که عباسی ها سر قدرت اومدن اون نسخه را به کوفه آوردن، اما با چی راه نسخه باز به اندلس برده شد. در اندلس چند مدت بود و یکی از حاکمان اندلس با نام عبدالمؤمن امر کرد او را به مراکش آوردنش. در مراکش یک تاجر قرآن خریداری کرد با پول خود و به مسجد جامع شهر فاس، شهر فاس او زمان ها مرکز پایتخت مراکش حساب میخورد، هدیه کرد. تا به حال وجود داره. میگه نسخه کوفی در استانبول تا به حال هست، در شهر استانبول در موزه چه بگیم ملی ترکیه. نسخه شامی نسخه بصری در کتابخانه مسجد خدیوی مصر تا حال میگه وجود دارد. نسخه یمنی در کتابخانه مسجد جامع الازهر است. نسخه بحرینی میگه در فرانسیه، فرانسوزا بردنش. اگر به شرط این گپای
مولوی شمس الحق درست باشه انشالله تمام همون نسخه های قدیم ترین قرآن ما وجود دارد. اما وقتی که دلیل حجت ها را میبینیم، وقتی که اسناد معاینه میکنیم سندها را، واقعا درباره دو قرآن فقط معلومات وجود دارد خلاص. درباره دو قرآن معلومات کافی در دست ما وجود دارد. دیگه قرآن ها چی نو شد، کجا رفتن، چی شدن، البته که در نتیجه سوختارها، در نتیجه تخت و تاز دشمنان اسلام، در نتیجه جنگ های بین همدیگری آهسته آهسته گمان میکنیم که به سبب غرق شدن در آتش افتیدن نیست نابود گشتیم. اما همین دو نسخش در بارش معلومات زیاد اومده است. یکی نسخه شامی، نسخه ای که در مسجد جامع دمشق بود. وقتی کتاب بزرگا را ورق میزنیم همه تعریف توصیف همین قرآن است. مثلا ابن جبیر روایت میکند که در مسجد جامع دمشق میگه یک خزانه دیدم، یک شکف کتابمانی، جوان کتابمانی، در داخلش میگه یک نسخه قرآن عثمانی موجود بود. بعدی نماز وقتی که در خزانه را شکف باز میکردن، مردم از برای زیارت همون قرآن ازدحام میکردن. خب یاقوت هیموی یکی از دیگر جغرافیدان ها و معرخ های معروف اسلامی روایت میکنه، اینم در عصرهای 7 هجری زندگی کرده است. میگوید من شخصا همون نسخه مصحف عثمانی را دیدم. حتی مردم میگویند که به دستی خود حضرت عثمان نوشته شده است. این علمای کلون هستند در کتاباشو ثبت کردیان. کاتبین شاپوری هم همین سخن تصدیق میکند که میگوید حتی نوشتگی است که کتبه عثمان ابن عفان، کتاب عثمان ابن عفان نوشته است به دست خودش. ابن بطوطه هم این روایت آورده است. اما جالب ترین روایت معرخ معروف و مفسر معروف اسلام علامه ابن کثیر، صاحب تفسیر معروف، صاحب تاریخ معروف، در البدایه و النهایه آورده است. این شخص از بس که خودش زاده شام است، زاده دمشق است، روایت میکند، میگوید در مسجد جامع دمشق امروز، حتی امروز میگه، در قسمت شرقی مقصوره، در قسمت شرقی محراب یک قرآن است بسیار کتاب بزرگ بلند مایه با خط زیبا و درشت روشن در بالای چرمی، گمان میکنم میگه شتر نوشته شدگی است. من به چشم خودم میگه همین قرآن دیدم. بزرگترین نسخش، مشهورترین نسخه قرآن از زمان حضرت عثمان همی است. ببینید پس تقدیرش چی شد؟ بعضی ها از جمله امام قرضاوی روایت میکند، میگوید گویا که همین قرآن بر روسیه آورده شده بوده است، چند مدت در سنت پترزبورگ پایتخت روسیه موجود بوده است، بعد انگلیس ها او را خریدن یا به چیز بدل کردن به انگلستان بردنش. اما قول صحیح تر همون قولی هست که از شمس الحق گفته بودیم درباره مصحف مکی، همون حادثه با انمی مصحف شامی روی داده است. حقیقتا سال 1310 هجری در زمان سلطنت سلطان عبدالحمید خان در شام، در سوریه، پایتختش همون شهر دمشق، در مسجد جامع یک سوختار بزرگ شد، تمام کتابخانه، تمام کتابای کتابخانه به کام آتش رفتن. در همون ضمن انمی مصحف شامی را نسخش از بین رفت. خب میماند یک نسخه دیگر، نسخه امام، نسخه ای که حضرت عثمان برای خودش ترتیبش داده بود. این نسخه داد معلومات خیلی زیاد است. نسخه بعدی قتل حضرت عثمان، بعدی به سر قدرت آمدن اموی ها به شام آورده شد. این یقین است، در تاریخ ثابت است. و امیر تیمور کورگانی در وقت جنگهاش، تیمورلنگ وقتی که شام ضبط کرد، دمشق گرفت، همون نسخه را آورد به سمرقند، چند مدت در مقبره گوری امیر بود، بعدا به مسجد جامع خواجه احرار ولی تحویل شد، تا زمان آمدن روس ها در مسجد خواجه احرار ولی سمرقند محفوظ بود. همون نسخه امام، نسخه ای که از زمان حضرت عثمان مونده است. وقتی که روس ها سال 1861 سمرقند ضبط کردند،
همین نسخه را که بسیار معتبر است، بسیار عزیز است، گرفته و به سنت پتربورگ بردن. چند مدت در مرکز باستانشناسی و انستیتوت شرقشناسی سنت پتربورگ همین نسخه موجود بود. سال 1904 سنزور روسیه اجازه داد به مدیر شعبه باستانشناسی پکراوسکی گفتنی یک شخص تا اینکه همون نسخه را زیراکس کنه، فتوکپی کنه. بعدا یک مستشرق بسیار معروف روس است، مکسیموف، 50 نسخه لیتوگرافی از روی همون مصحف عثمانی جور کرد. نسخه لیتوگرافی یعنی که چاپ سنگی به همون شکلی که حرف است به همون شکل میگیرن، با واسطه همون چه بگم رقم هایی که از سنگ ساخته شدگن میکوچونن. نسخه لیتوگرافی 50 دانه جور کردن، 25 دانه شا با بعضی ممالک اسلامی و با مرکزهای بزرگی شرق شناسی جهان هدیه کردند. 25 دانه دیگه شا در فروش موندن. قیمت هر کدومش 500 تنگه تیلو، 500 سکه تیلو. یکیش حتی همین شاه ناصرالدین، شاه ایران، ای از شاههای ایران است. شاه ناصرالدین میگه خریداری کرده، در کتابخانه ایران محفوظ است، اما این چاپ لیتوگرافی است. خود مصحف تا زمان انقلاب در همونجا بود، بعدا در اختیار کمیسریت حربی اوید بدین گذشت. بعد چند با به شعبه دستخطهای انستیتوت شرقشناسی لنینگراد هدیه‌اش کردند که یکی از انستیتوت‌های با قوت‌ترین مثلا شرقشناسی جهان حساب می‌خوره. تا زمانهای گرباچوف قرآن در همونجا بود. سال 1988 زمانهای بازسازی شد، اجازه دادن قرآن از برای مسلمانان آسیای مرکزی هدیه کردن، بازگرداندن آوردنش. اگه اونا حق هدیه ندارن، چیزی که غصب کرده بودن خچو باز برگرداندنش. و همین سال 1988 قرآن به مرکز مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان که شهر تاشکند بود آوردن. الحال در شهر تاشکند مصحف سمرقندی یا همون مصحف عثمانی محفوظ است. راستی ما ندیدیم، اما شخصای بسیار او را زیارت کردیان و میگویند که واقعا در بالای بعضی از اوراقش خون مشاهده می شود. میگویند وقتی که حضرت عثمان به شهادت رسید همون قرآن تلاوت میکرد، در بالای همون قرآن قطعش کردیان، قطره های خون حضرت عثمان بالای همون قرآن چاشیده است. این است تاریخی قرآن هایی که در زمان حضرت عثمان بار اول نوشته شدند و انتشار داده شدند. حقیقتش همی است. در بالای همین دو نسخه معلومات بسیار مکمل است و از روی سند و دلیل هایی که در دست ما هست همین یک نسخه مصحف عثمانی موجود است، نسخه که در الحمدلله در مثلا آسیای مرکزی موجود است، امروز در تاشکند همون محفوظ است. همین نسخه مصحف عثمانی است. اکنون یک دو سخن در باره زید ابن ثابت که بدگهر الله بردی الله یوری ببخشه او را ملامت کرده است. زید ابن ثابت یهودی بچه گفته است، ادعا کرده است بدگهر که چرا شخصایی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکند که قرآن از اونا فرا گرفت، از جمله عبدالله ابن مسعود، ابی ابن کعب، یک سماندگی و با یک جوان یهودی حضرت عثمان امر کرده بود است که قرآن جمع آوری کند. اولا گفتیم که این یک دروغ محض است. این الله یاری با این سخناش به همون یهودی ها خودش نزدیکتر شد، زیرا سخن باطل یک گپ کفر در حق یک مسلمان روا داده است. من قال لاخیه یا کافر فقط باء بها احدهما. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که میگوید هر کسی برادر مسلمان شد با کفر نسبت بده، امی دو نفر یک نفرش کافر میشوند. او کلمه میخیزه میروه، اگر میبینه که همون شخصی را که کافر گفتن کافر نیست، برگشته و اومده در روی همون گوینده میافتد. اگر خدا هدایت چو کنه این بدگهرانه و الا جای اینا جهنم میشود. زید ابن ثابت از بنی نجار، از قوم قبیله خزرج انصاری است.
و این جوان کاتب وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. حضرت وقتی که وحیش می اومد آخرین کاتب وحی پیغمبر زید ابن ثابت است. چه فضیلت ها داشت که حضرت ابوبکر صدیق این از میان این قدر اشتباه قاری و حافظا که شمارش رو شاید از 1000 تجاوز میکرد انتخاب کرده است. اولا زید ابن ثابت جوان بود. این جوانی خیلی باور کنه شرف است، خیلی بزرگی است، یک نعمت الهی است. جوان قوتش زیاد است، نیرو و انرژیش بسیار است. کارایی را که جوان میکنه مسافر هرگز نمیکنه، هرگز. هم یک قصه میکنن که مسافر تشنه مونده از شب خشش نمیتبره و او بخوره. بچه‌ش بیدار میکنه که بچم بخی تشنه برا او بخور. هم میگه هی پدر تشنه نیستم. بخی میگه ابله من خوب میدونم تر احوال تا خودت بخی. همه گفتنت بخی. و بیچاره تشنه نبود است، میخیزه لبی او که میره میگه با من هم بیاره که یک کروشکا. جوان کارش دیگر است، رفتارش دیگر است. وقتی حضرت ابوبکر صدیق زید ابن ثابت جدا کرد گفت من ترا اولا به خاطر انم نیرو و توانمندیت اختیار کردم که تو جوان هستی، همه نسخه را میرای جستجو میکنی، هر کدام نسخه را میرای با همون قرای معروف و مشهور میگذرونی. اولا نیرو را اعتبار میکنم. مبادا که سخن من خاطر ریش سفیدا را مشوش نکنه. انشالله این ریش سفیدای ما که در مسجد ای ساعت 10 11 میآیند منتظر امر معروف بشینن، قسم به خدا مرتبه و منزلت اینا ای صدها میلیون جوان بالای. اینا خودشو جوانن، اگر چند دلشو سفیدای اما دلاشو از دل جوانا را جوانتر است. حضرت یک قصه تو کنم که با خوبتون نبره، بسیار موضوع علمی رفت. حضرت مولوی روم یک قصه دارد در مثنوی. گفت پیر مر طبیب را که من در زهیرم از دماغ خیشتن. یک مسافر میگه یک پیر نزد طبیب میآید، میگه یا طبیب مزم نیست همین دماغمو میتا. اصلا دماغ همین قسمتی پیشی مینه سرم میگن. اگر شخص مینینگی چی دماغمش میتا، اگر گیمری چی مثلا او درد دماغ میشوه. اومد که در زهیرم از دماغ خیشتن. گفت از پیریست آن ضعف دماغ. طبیب گفت که این علامت پیریه، زیق نشه. گفت در چشمم زی ظلمت هست داغ. گفت همه چشمم پرده گرفت از چی درد داره سوز نمیبینم. گفت از پیریست ای شیخی قدیم. گفت پشتم درد می آید عظیم. گفت هم پرده چشم تمام حساب پیریه. گفت آخی پشتم درد میکنه ایش چه یگانه بهوده و بهوده میسوزه درد میکنه. گفت از پیریست ای شیخ نیزار. گفت هرچی میخرم نبود گوار. آخه ای سرت مونه. گفت همین طعام میخرم نمیفهمم چی خوردم، که مزه داره و طعام نه، بعد هضم نمیکنم، در شکمم زپار میشه و عذاب میته. گفت ضعف معده هم از پیری است. گفت وقتی دم مرا دمگیری است. همه گفت ده اتش ببرم نفس میگیره، ده قدم میزنم نفس میگیره، ایچی است، ایشه تبوبت که. گفت آره انقطاع دم بود، چون رسد پیری 200 علت شود. زیق نشه. گفت برای بخر بچر بگرد. همه علامت پیری زیق نشه. این کسلی مخصوص نیست، این کسلی پیری میگن. هر درد به خودش دوا داره، نه که درد پیری دوا نداره. در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما وضع الله داء الا وضع له دواء الا داء واحدا الحرم. خداوند هر دردی را که در روی زمین وضع کرده است شفای او را وضع کرده است مگر یک درد، همین درد پیری. این گفت همه علامت پیریه، برا زیق نشم. گفت ای احمق بر این بردوختی، از طبیبی تا همین آموختی. ای مدمغ عقلت این دانش نداد که خدا هر درد را در ما نهاد. روی تواری طبیب در گور گفت تا ای طبیبی همین خلقه میدونی چیز زد میگن میگوی علامت پیریه. تو خری احمق زی اندک مایگی، در زمین مانده زی کوته پایگی.
او رفیقای تو چی کسلی ها را تبوبت میکنن، تا ایری احمقی و جاهلیت مانده در هم یک زینه پسترین. پس طبیبش گفت ای عمری تو 60، این غضب و این خشم هم از پیری است، چون همه اعصاب و اجزا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. انمی گیزلگی تم به حساب پیری ای، عصبی شدن تم حساب پیری ای. تا به یک جرعه ندارد قی کند، برنتابد دو سخن زوهی کند. بعد حضرت مولوی میفرماید جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیات تیبه است، جز او پیروی که از حق مستند. بابای حاجی کنجا ای حصار هر جمعه میویا، هر وقت میوم در همجا شتگی در صف پیش، برای صف پیش گرفتن خیلی بر وقت اومدن در کار. بر تو میخندد مبین او را چنان، صد قیامت در درون استش نهان. با این پیران نخند که او بر تو میخنده، زیرا که عمر در 60 رفته است، نیکی دلشو جوان است، غیرت شو داد از خدای تعالی. اینا از این حساب بیرنن. اما یکی از سبب‌هایی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در انتخاب کادرها نظیر مانند ندارد، حقیقتا نظیر مانند ندارد، زید ابن ثابت انتخاب کرده است، انمی جوانی و نیرومند بدنش است. حضرت ابوبکر صدیق کسی را انتخاب کرد به مرادش رسید، مسلمانان خیلی از او فیض بردن. ببینه صدیق اکبر شخصی هست که وقتی که مرتدها سر برداشتن در گوشه و اطراف، خالد ابن ولید سرلشکر مسلمانان تعیین کرد و به شرافت جنگ های خالد ابن ولید تمام قبیله های سرکش از سر نو باز به چارچوبه اسلام برگردانده شدند. ابوبکر صدیق شخصی است که بعد خود عمر فاروق خلیفه تعیین کرد که الحمدلله اسلام گل گل شکفت در تمام دنیا منتشر شد. انمی صدیق اکبر زید بن ثابت خودش انتخاب کرده است، یکی از سببهاش نیرومندیش است. دوم، زید بن ثابت حافظه بسیار قوی داشت، حافظ کل قرآن بود، بر ضمن بسیار دانشمند بود. با فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان عبرانی را یاد گرفته بود، زبان یهودی ها را، زبان رومی را میدانست، زبان سوریانی را میدانست، حتی در جای خواندم که با زبان فارسی را بلد بود است. بسیار زبان شناسی معروف و مشهور بود. از این گذشته در فنهای حساب و کتاب از میان صحابه های پیغمبر کسی به پایه زید نمی رسید، اگر چند جوان بود. تصور کنه که زید 20 ساله را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اعلمهم بالفرائض زید، عالم ترین امت من در علم فرائض، در علم تقسیم میراث ترکه زید است. یا افرضهم زید، در فرائض بهترین شما زید ابن ثابت است. پیغمبر خدا این تعریف توصیفش کرده است. و دیگر اینکه زید ابن ثابت در میان قوم معروف و مشهور بود، فقیه است، یک فقیه بزرگ امت اسلامی است. علامه ابن قیم جوزیه در کتاب اعلام الموقعین خود درباره صحابه های فقیه، صحابه هایی که فتوا میدادند روایت میارد، به 3 حصه تقسیمشو میکند. یک قسمتش که کثیر الفتوا بدن، دومش اونایی که فتوای میانه دارن، سوم کسایی که 1 یا 2 فتوا همگی دادیان. همه کثیر الفتواها در میان صحابه های پیغمبر که عددشون از 100,000 تجاوز میکرد، 7 نفر بدن: حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضی، عبدالله ابن مسعود، مادر بیبی عایشه، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر و نهایت زید ابن ثابت. از فقهای امت است. مسلمانان برای فتوا به زید ابن ثابت مراجعت میکردند اگر چند سالش جوان بود. و نهایت مهمترین عامل از برای تعیین زید ابن ثابت آن است که آخران صحابه که قرآن در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذرانده است زید ابن ثابت است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماهای شریف رمضان مدارسه قرآن میکرد با جبرئیل علیه السلام. در هر رمضان 1 بار قرآن میگذران. در رمضان آخر
در آخرین رمضانش قبل از وفاتش سال 10 هجرت 2 بار قرآن در با حضرت جبرئیل مدارسه کرده است، گذرانده است. و بعد آن همین مدارسه آخر، اخذ آخر، یگانه صحابیه که قرآن در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذرون زید ابن ثابت بود. از همین خاطر است که زید ابن ثابت از میان امت اختیار کردن برای این کار شریف، اولا ابوبکر صدیق و بعدا عثمان ذی‌نورین. پس سفسطهایی که این کسایی که واقعا در لباس مسلمان جلوگر میشوند اما در اصل دشمن اسلام و مسلمان ها هستند، باید که از جانب ما پذیرفته نشود، گوش نکنه. من به شما بهترین توصیه همی است که تماشا نکنه همین کانال را. برای جواب یک سوال شما را گفتن، برای دعوای یک دعوای باطل ابله رد کردن 2 ساعت برای ما و شما لازم شد. این ساعت دیگه هم تمام شده است. از برای خدا از همه بهترش اون است که همو را تماشا نکنه. همون سخنا را برای اون میگن که شما را جلب کنن تماشا کنه. از بس که شما زیربنای مستحکم ندارید، فوندامنت مستحکم نیست، میتونه به فند فریب با گپ‌های همون ابله‌ها غره شده و همون سخنای ابلهانه و احمقانه و کفرآمیز به زبان تو برانید. از همین خاطر التماس تماشا نکنید. خب دیگر چیزی که من میخوام برای شما تذکر کنم، انشالله وقت باقی است میرسونیم، درباره قرای سبعه. من درباره نزول قرآن به 7 حرف با شما صحبت مفصل کرده بودم 2 هفته قبل از این، که نزول قرآن به 7 حرف یعنی چی است. خوش رو صحبت کرده بودیم و گفتم که مبادا با شما گمان نکنه که همون نزول 7 حرف یعنی همه 7 قرائت. نه، این تماما دیگر چیز است. 7 قرائت همون قرائت هایی است که رسم الخط عثمانی همش در بر گرفته است، همش رسم الخط عثمانی است، از همین قرآن است. این 7 قرائت به حد تواتر رسیده است. یا تام باشه من مکتوبی هم برادر وقتی خواندم نوشته است که چرا میگویند که قرآن به 7 حرف نازل شده است، در صورتی که خواجه حافظ گفته بوده است که قرآن به 14 روایت از یاد میدونم. در همین باره انشالله صحبت میکنیم که قرائت چی است، روایت چی است. چرا خواجه حافظ گفت عشق قد رسد به فریاد، ارخد به سان حافظ، قرآن زبر بدانی با 14 روایت. این 14 روایت کدام روایت ها است؟ خب قرای سبعه که روایات اونا به حد تواتر رسیده است، سند قوی ترین است، به همه یا قرائت درست است، 7 نفرند. 7 قاری معتبری قرآن نزد ما موجود است. اولا اکی یکم دیم شونه از روی ابرو شونه، الحمدلله همه اینا به ابرو عزتن، از حسابی 30 سالشو میگیریم. درسترش از حسابی مرگ شو که پیشتر وفات کرده است همون رو اول میوریم. در زمانهای پیش سالی تولد معین کردنش مشکل بود، اما سالی مرگ همه میدونن، برای که در وقت کودکیش کسی او را نمیشناخت، بعد که عالم زبردست شد همه میشناختنش. وفاتش در یاد مردم میمونه. باز اگر سوال تو کنم که مولوی محمد جان هندوستانی کی تولد شده است، هیچ که نمیدونه. اما اگر پرسم تو که کی وفات کرده است، احمد میگن که سال 1989، برای الان که معروف شده بود. ما هم با سالای مرگ شو موافق کرده و ایالا به ترتیب میگوییم. قاری اول عبدالله ابن عامر شامی است، عبدالله ابن عامر دمشقی. این شخص قرائت از مغیره ابن شهاب برداشته است. مغیره ابن شهاب که حضرت عثمان او را متصدی نسخه شامی کرده و به شام فرستاده بود. در یک روایت شاذ اومده است که گویا از ابو دردا صحابی پیغمبر قرآن برداشته است، اما روایت اول درست‌تر است، از مغیره ابن شهاب قرائت گرفته است. خب عبدالله ابن عامر در همون شام زندگی میکرد، در شهر دمشق از دنیا گذشت سال 118 هجری، سال 118 هجری قمری از دنیا گذشته است. قرائت عبدالله ابن عامر 2 کس روایت کردند به چندی واسطه، 2 نفر راوی داره. ببینید هر یک قرائت با 2 راوی داره. 7 قرائت روایتش 14 تا میشوند. یکی هشام ابن نصیر ابن میسره،
دومش یک قاری بسیار معروف دیگر است، عبدالله ابن زکوان. همین دو نفر قرائت عبدالله ابن عمیر روایت کردند، راویاش همین دو کسند. قاری دوم عبدالله ابن کثیر ابن زازان ابن فیروزان ابن هرمز. این شخص اصلا ایرانی الاصل است، از مردم عجم است، اما در مکه بزرگ شده است. قرائت از عبدالله ابن صایب برداشت، از همون شخصی که متصدی نسخه مکی است. حضرت عثمان او را متصدی نسخه مکی کرده بود. قرائت ابن کثیر از او برداشته است. این ابن کثیر با همین مفسر ابن کثیر با عرلش نکنه، بینشون فاصله یک 600-700 ساله. اینو تماما دیگه کسان. ابن کثیره که قاری قرآن است، نامش عبدالله است، عبدالله ابن کثیر. قرائت ابن کثیر سال 120 هجری از دنیا گذشته است. در راوی دارد، در راوی معروف. یکیش بازی تخلصش است، نامش احمد ابن محمد ابن عبدالله است، مکی. دیگر قنبل هم تخلصش است، نامش محمد ابن عبدالرحمن است. همین در راوی قرائت ابن کثیر را روایت کردن. در قاری و 4 راوی شد. قرائت سیم قرائت عاصم است، ابو بکر عاصم ابن ابو نجود کوفی. معروف ترین قرائت امروز در عالم اسلام قرائت عاصم است. همه قرآنایی که ما و شما داریم، خواه در نیم جزیره عربستان چاپ شود، خواه در هندوستان چاپ شود، خواه در قزان چاپ شده است، همه قرائت عاصم است. عاصم قرائت از 2 کس برداشته است. اولا از ابو عبدالرحمن سلمی، شخصی که حضرت عثمان متصدی قرآنش کرده و با کوفه فرستاده بودش، از او برداشته است. از او قرائت حضرت علی را برداشتگی است. و ثانیاً از زیر ابن حبیش، یک حافظ بزرگ دیگر است، قرائت عبدالله ابن مسعود را برداشته است. در راوی دارد، راویاش با قرائت از عاصم به واسطه گرفتگیان. یکیش حفص پسراندر عاصم بود، حفص ابن سلیمان پسراندر عاصم بود. روایت خوب قرائت عاصم از همون ابو عبدالرحمن سلمی و از حضرت علی روایت کرده است. حفص میگه که در قرائت من با استادم یگان تفاوت نیست، فقط در یک کلمه، در کلمه ضعف. در قرائت عاصم اومده است، ولی قرآن را نگاه کنید، قرآنایی که اگر چاپی سعودی و چاپی لبنان و دیگر باشه، آیه 54 سوره روم، الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبا. الآیه کلمه ضعف، عاصم ضعفش تلفظ کرده است، شاگردش حفص پسراندرش همین را ضعف گفته است. اگر قرآنای عبدالواحدی را ببینه، قرآنایی که در هندوستان چاپ شده است، هم یک حرکت ضمه داره، هم یک حرکت فتحه، یعنی هر دو قرائت میگن درست است. معروف ترین روایت قرآن همین روایت حفص است. حفص قرائت عاصم قرائت کرده است، در عالم معروف ترین همین است. و راوی دومش ابوبکر ابن عیاش نام داشت، بسیار شخصی پرهیزکار، از حفاظ معروف زمان خودش بود، عمری بسیار طولانی را هم دیده است. روایت میکنند که وقتی که در حالت سکرات مرگ بود، خواهر خوردش آمده بالای سرش گریه میکرد، گفت ای خواهر همه گوشه خانه را ببین، من در همه گوشه خانه 18,000 ختم قرآن کردم، تو را به خدا قسم تو بر شخص گریه میکنی که 18,000 ختم قرآن کرده است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. هر کسی که یک حرف را از قرآن تلاوت کنه، خداوند یک حسنه در نامه اعمالش می نویسد، هر حسنه 10 ثواب داره. لا اقول الف لام میم حرف
ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. من نمیگم میگه که الف لام میم یک حرف است. نه، الفش یک حرف است، لامش حرف دیگر است، میمش حرف سوم است. با یک الف لام میم گفتن 30 ثواب در نامه اعمالت نوشته می شود. تو بر مرد گریه داری که 18,000 بار ختم قرآن کرده است، ای خدا شرم نمیداری؟ خب 3 قاری شد و 6 روی. قاری چهارم معروف ابو عمرو بصری است، نامش زبان است، زبان ابن علا. این شخص در بصره تولد شده است. پدرش از تعقیب حجاج ابن یوسف ظالم گرفته و فرزندش همراهش برد به مکه، بعدا در مدینه نزد قرای معروفی همون سرزمین علم قرائت آموخت. حتی میگن زبردستترین قاری در میان قرای سبعه همین شخص است، ابو عمرو بصری. قرائت ابو عمرو 2 راوی دارد، 2 کس روایتش کردیم. یکی دوری، امام دوری. این شخص نامش حفص است، حفص ابن عمر ابن عبدالعزیز. دومش سوسی، نامش اصلا صالح است، صالح ابن زیاد، با تخلص سوسی معروف است. خب 4 قاری شد و 8 راوی. قاری پنجم حمزه ابن حبیب کوفی است که قرائت از عاصم گرفته است، از اعمش گرفته است. حمزه رفیق و همزمانی حضرت امام اعظم ابو حنیفه بود. هر دوشم تولد شد سال 80 هجری است. فقط قاری حمزه 6 سال از امام اعظم ابو حنیفه زیادتر عمر دیده است. در بعضی روایات اومده است امام عجلی میگه که باره حضرت ابو حنیفه در یک معرکه به حمزه گفت که در 2 چیز تو از ما پیش قدم تری، در 2 کار تو از ما دست بالایی، یکی در قرآن، دیگر در علم فرائض، که من با تو بحث نمیکنم در این موضوع. خب روایت حمزه را خلف ابن هشام و خلاد ابن خالد روایت کردند. انشاءالله 5 قاری شد، 10 راوی. قاری ششم نافع است، نافع ابن عبدالرحمن اصفهانی مدنی، اصلش ایم ایرانی الاصل است. قرائت اهل مدینه انمی قرائت نافع است. حتی امام مالک میگفت که قرائتی که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم 100% موافق است انمی قرائت نافع است. امام احمد حنبل پسرش سوال کرد بهترین قرائت کدام قرائت است؟ گفت قرائت اهل مدینه، قرائت نافع. گفت یا پدر اگر قرائت نافع دسترس نشد، در اون صورت گفت قرائت عاصم. نافع هم 2 راوی دارد، یکیش قالون از پسراندرش، قالون که نامش عیسی است، با تخلص ابو موسی معروف است، و دومش ورش. انمی روایت ورش هم امروز بسیار معروف است. وقتی قاریا قرائت میکنن عادتا روایت حفص از قرائت عاصم تلاوت میکنن یا روایت ورش از قرائت نافع تلاوت میکنن. و نهایت قاری هفتم علی کسایی است. علی کسایی بسیار قاری معروف بود، بسیار شخصی مشهور و معتبر بود، و این شخص معلم هارون رشید است در علم قرائت صرف نحو. فرزندای هارون رشید امین مأمون درس گفته است. سال 189 همراه امام محمد خدمون، امام محمد شاگرد امام اعظم ابو حنیفه، هر دو در یک روز در شهر ری وفات کردند. هر دوش در همونجا گروندن. حتی هارون رشید گفت که امروز ما هم فقه هم عربیت در ری گروندیم، بر رفت از دست ما، هم فقه هم عربیت. امام کسایی هم 2 راوی دارد، یکیش همون دوری است حفص ابن عمر و دیگرش لیث ابن خالد. اگه در این موضوع صحبت بسیار بدم متاسفانه وقت متنگ است، امکان نداریم که زیادتر بگیم، اما ما برای شما وعده کردیم که انشالله در آخر با یک سخن میگیم، یک قصه میکنیم که همون خواباتون بپرونه، با همون انرژیتون به جوش بیاره. چرا در ابتدای صحبت گفتم چرا این صحبتی مشکل کردیم؟ برای که علاج دیگر نداریم بچه‌ها. این همین درباره همین قاریا من با کدام زبان شما را دیگر بیان کنم؟ مجبور هستم که دلیلای تاریخی را بیارم، دلیلای حیاتی را بیارم، کی را روایت کرده است، نامو را بیارم. البته شما میفورد که دائم قصه تو کنن، لیکن علم با کی از خود میکنیم؟ با یک قصه خالی میشود. حضرت مولوی قصه میکنند
مطرب آغازید پیش ترک مست، در نوای پرده اسرار الست. یک ترک یا سرلشکر یک روز چی معرکه داشت است، یک مطرب صدا میکنه میورش میگه که تو مطربی که ما معیشت کنیم لذت ببریم. او اسرار الست سر کرد، شعرهای عرفانی را سر کرد. می ندانم که تو ماهی یا وسن، می ندانم که چی میخواهی زی من، می ندانم که چی خدمت آرمد، تن زنم یا در عبادت آرمد. یعنی عارفا را ببینه ذات خدا را هیچ که ندیده است، ندونن، نتونن دیده، نمیدونن. بعد حیران میشه پروردگار، حیران و مستر ماندیم. پروردگار یک تجلی نور تا در قلب و بانداز، هیچی را نمیدونیم. بیچاره این هم را گفته است این عجب که نیستی از من جدا، من ندانم تو کجایی من کجا، همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم ساز کرد. همین چیزی که میگه نمیدونم که ایتا باشه یا نمیدونم که اوتا باشه. شعر خونده است یک برجهید آن ترک دبوسه کشید، تا علیها بر سر مطرب رسید. دیگه این ترک تلخش کفید، تریگه پورا نفهمه، گرز کشید و آمد به سرش، گفت یک تش پشپ مکن. گرز را بگرفت فرهنگ بد است، گفت نه مطرب کشی این دم بد است. گفت یا امیر عیبه، گفت این مطرب تو فیرادش کرده، دعوتش کرده، این اوترچی را این مرده که میزنی میکشیش عیب میشوه. گفت این تکراری به حد مرش، کوف طبعم را بکوبم من سرش. این خونه سوخته گفت بیزارم کرد، این چی گپای؟ قلتبانو می ندانی گه مخور، ور همه دانی بزن مقصود بر. آن بگو ای گیچ که میدانیش، می ندانم در نکش. ای سرت مولا گفت چی هزاره و هزاره و هزاره میگوی؟ همی عبوره بگو شاخی 3000 بگو. این چی گپای؟ نمیدانم ایتا نمیدانم اوتا، همون چیزی را میدانی همون را بگو. من بپرسم کس کجای ای مری، او بگوید نیزی بلخ نسهری، نیزی بغداد نه موصل نه تیراز، در کشد در نی و نی راهی دراز. من این خونه سوخته را میپرسم که تا ای کجایی؟ میگم من نه ای بغدادم، نه ای موصلم، نه ای ابوبکرم، نه ای خاکم. ای کجایی هستی همون جرا بگو. نیاکاکی به عقل خودش امر تشبیه داده است. یا بگویم که چی خوردی ناشتاب، او بگوید نه شراب و نه کباب، نه قدید نه سرید نه عدس، آن چی خوردی آن بگو تنها و بس. همون چیزی خوردگی تا بگو. من میپرسم چی خورده، میگه نه شراب خوردم، نه کباب خوردم، نه خاک خوردم. بعد میپرسه این سخنخواهی دراز از بحر چیست؟ گفت چی گپ میکشی؟ چی غم میبری میوریش؟ برای چی است؟ گفت مطرب زان که مقصودی خفی است، میرمد اثبات پیش از نفی تو. نفی کردم تا بریز اثبات بو ای سرت بون. گفت من درباره چیزی گپ میزنم که کسی ندیده استش، درباره او تصورات ندارن. او را چخیل من میدونم شب بگم، مجبورم نمیدونم شب بگم، بعد میدونم شب بفهمی. یعنی که همین صحبت های علمی میشود بچه ها ایروی ضرورت است باید دستخط کنیم. همین علم است. انشالله گمان میکنم اینجا طالب علم زیاد هستند، عالم زیاد هستند. الحمدلله خیلی اگر یک حرف ده حرف بهره برده باشن انشالله هم فایده اونا است هم فایده ما و شما. در آخر دعا میکنیم پروردگار رو این صحبت که واقعا صحبت علمی بود به خاطر رضای تو بود، قسم به خدا پروردگار رو به درگاهت قبول و مقبول گردان. خداوند عمل کردن موافق آن از برای ما نصیب و روزی گردان. پروردگار رو مساعدت فرما که مسلمانای ما خاصتا جوانای ما در تعلیم تدریس علم و دانش کوشا باشن، ثابت قدم باشن، پیشرو باشن، بیشتر و زیادتر کوشش کنن که صحبت‌های علمی را گوش باندازن، از علم برخوردار و بهره‌ور گردن. و خداوند
عاقبت کارمون به خیر انجام ده. فرزندامون در راه صراط المستقیم هدایت فرما. ریش سفیدامون از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبان باش. طاعات عباداتمون با وجود نقصان و کمبودی هایی که داریم به درگاهت قبول و مقبول فرما. و روز شریف جمعه را از برای تمام مسلمانان این سرزمین و برای تمام مسلمانان جهان مبارک گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.